دو تا رفیق اما رقیب. این دوتا بچه یه محل بودن، یکشون پلیس میشه و اون یکی هم بار قاچاق میزد و به قول خودمون شوتی بود. پلیس توی بازرسی کار میکرد، وقتایی که رفیقش بار میبرد هوای رفیقه رو داشت. رفیقش هم دیگه بهش خیلی اعتماد داشت. یه روز یه بار گنده زد، ماشین تا خرفناق پر بود. رفت جلوی بازرسی، یه گروهی از شوتی ها از جلوی رد شدن و پلیسا کارشون نداشتن، ولی به این که رسید پلیسا گرفتنش. با خودش گفت این چرا اینجوری کرد؟ همه غریبه ها رو گذاشت که رد بشن، من که رفیقشم و نگه داشت. خلاصه پسر پیاده میشه، ماشینشو متوقف میکنن و خودشم میگیرن. پسر از دست رفیقش خیلی عصبی میشه. چند روز بعد به گوشش میرسه میگن که به یه گروهی از شوتی‌ها تو جاده تیراندازی شده و همشون رو زخمی و داغون کردن. پسر اینو که میشنوه یه دونه میزنه تو صورت خودش، میگه خاک تو سرم کنن که به رفیقم شک کردم. میگم تنها چیزی که هیچ وقت قیمتی نشد رفاقت بود. رفیق خوب نه تکرار میشه و نه تکراری. پس بزنیم به سلامتی هرچی رفیق خوب و با معرفته که اگه تو هم داری این پست رو بفرست واسش. مخلص همیشگیتون کارکنم.